مخاطبین گرامی، در حالی که جهان در آستانه یک مسابقه فناوری بی سابقه قرار دارد، رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در کنفرانس سالانه سفر به دنیای هوش مصنوعی 2025 تصویر روشنی از آینده دیجیتال کشورش ارائه کرد. او تاکید کرد که هوش مصنوعی بومی، استقلال دیجیتال و حاکمیت فناورانه ستونهای استراتژیک آینده روسیه خواهد بود. از ایجاد مدل‌های زبانی بنیادین داخلی گرفته تا استقرار مراکز بهره‌گیری از انرژی و فناوری‌های اتمی صحبت کرد. پوتین مسیر روسیه را در صدر رقابت جهانی فناوری مشخص کرد. پیک روز این سخنرانی را ترجمه نموده که اینک برایتان پخش می‌کنیم. У нас на сегодняшний день называется мероприятие «Путешествие в мир искусственного интеллекта». امروز برنامه‌ای که داریم سفر به دنیای هوش مصنوعی نام دارد. همین حالا گرمان اسکارویچ برای من یک سفر واقعی ترتیب داد. دقیقاً چقدر؟ حدود 2 ساعت یا هم 2.5 ساعت. به هر حال بابت اینکه شما وقتتان را برای گفتگو درباره این موضوع صرف کرده اید عذرخواهی میکنم. اما خوشحالم که همه شرکت کنندگان کنفرانس سفر به دنیای هوش مصنوعی در اینجا در مقر اصلی بانک اسپر و همچنین مردم زیادی از کشورهای مختلف که به صورت آنلاین با ما پیوستند خوش آمد بگویم. طبق روال همیشگی میخواهم با شما درباره فعالیت‌های فعلی روسیه صحبت کنم. درباره گام‌های جدیدمان در زمینه ایجاد و استفاده از فناوری‌های پیشرفته و همکاری‌های بین المللی. این کنفرانس 10مین دور است و در واقع یک جشن سالگرد محسوب می شود. بنابراین می خواهم از گرمان اسکارویچ گروف، رئیس هیئت مدیره اسپر و همچنین ائتلاف روسیه در حوزه هوش مصنوعی برای تلاش‌هایشان در پیشبرد فناوری و هماهنگی بین دولت، بخش خصوصی و جامعه علمی تشکر کنم. همانطور که بارها گفتم، مهم تنها ارزیابی کار انجام شده نیست، بلکه باید همیشه رو به جلو حرکت کنیم. حتی وقتی با موفقیت رسیدیم نباید متوقف شویم، بلکه باید کار مشترکمان را به سطح بالا ببریم تا با تغییرات بزرگ و سریع هماهنگ باشیم. در کنفرانس های گذشته درباره هوش مصنوعی مولد و مدل های زبانی که با حجم عظیم از داده ها شامل متن و تصویر آموزش دیدند صحبت کردیم. 2 سال پیش این سیستم ها فقط کارهای ساده انجام می دادند، اما امروز بر پایه آنها دستیارهای هوشمند، ایجنت ها، وسایل نقلیه بدون راننده و ربات ها ساخته می شوند. نکته مهم این است که این فناوری ها دیگر طبق الگوریتم های ثابت عمل نمی کنند، بلکه روز به روز خودمختارتر شده و بدون دخالت انسان تصمیم می گیرند. هر کسی که این محصولات را داشته باشد در بهره‌وری و کارایی مزیت بزرگی پیدا می کند. واضح است که فناوری های هوش مصنوعی مولد به ویژه مدل های زبانی بنیادین اختصاصی در حال تبدیل شدن به فناوری های کلیدی و راهبردی هستند. در این مسیر نه تنها شرکت های بزرگ بلکه کشورهای پیشرو جهان هم رقابت می کنند. توسعه هوش مصنوعی می تواند یکی از بزرگترین پروژه های فناورانه تاریخ باشد. در این مسیر سرمایه گذاری های بیشتر روی افزایش توان محاسباتی بسیار بالا و ایجاد ظرفیت های انرژی زیاد در حد گیگاوات متمرکز است. انرژی که برای عملکرد پایدار زیرساخت دیجیتال و آموزش نسل‌های آینده سیستم‌های هوش مصنوعی مولد حیاتی است. همانطور که قبلا گفتم، فقط در همین دهه مصرف برق مراکز داده بیش از 3 برابر خواهد شد. با تغییرات سریع در همه حوزه‌ها، تعداد کاربران فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی مولد هم افزایش می‌یابد. در روسیه بیشتر جوانان از شبکه‌های عصبی و مدل‌های زبانی در تحصیل، کار و زندگی روزمره استفاده می‌کنند. اما نکته مهم دیگر این است که
این مدل ها حجم عظیم از داده های جدید تولید می کنند و به ابزار مهم برای انتشار اطلاعات تبدیل شدند. بنابراین می توانند روی ارزش ها، جهانبینی انسان ها و حتی فضای معنایی جامعه ها و ملت ها تأثیر بگذارند. در نهایت نمی توانیم اجازه دهیم که روسیه به طور بحرانی و حیاتی به سیستم ها و فناوری های دیگر کشورها وابسته باشد. برای ما این یک مسئله حاکمیت است. حاکمیت دولتی، حاکمیت فناوری و حتی حاکمیت ارزش ها. به همین دلیل کشور ما باید مجموعه کامل از فناوری ها و محصولات بومی در حوزه هوش مصنوعی مولد داشته باشد. پیش از همه منظور ما مدل های زبانی بومی است. هم مدل های بنیادین و هم مدل های کوچکتر که برای بخش‌های خاص طراحی می شوند. تمام این مدل ها باید توسط متخصصان روسی آموزش داده شده و تحت کنترل کامل آنها باشند، از آغاز پروژه تا نسخه نهایی محصول. کار روی چنین سیستم های پیچیده باید محرک برای تقویت مهندسی داخلی در این حوزه مهم باشد. ما باید توانایی کامل در تمام چرخه شکل دهی مدل های زبانی بنیادین داشته باشیم، از طراحی و آموزش گرفته تا تطبیق آنها با نیازهای صنایع مختلف. کشورهایی که به دنبال رهبری، استقلال و حاکمیت فناوری هستند، همین مسیر را دنبال می کنند. مسیر دوم، ایجاد زیرساخت کامل برای توسعه و استفاده از این محصولات ملی است، شامل تجهیزات الکترونیکی، مراکز پردازش داده و توان محاسباتی با انرژی پایدار. وظایف پیشرو سنگین و مسئولیت بار است و همه ما این را می دانیم. این چالش ها را با همکاری شرکت های داخلی حل خواهیم کرد. در این زمینه محصولات اسبر و یاندکس از بهترین های جهان هستند. در برنامه خط مستقیم که پایان امسال برگزار می شود، بار دیگر از مدل زبانی ساخته شده توسط اسبر استفاده خواهیم کرد. مدلی که در تحلیل و سازماندهی حجم عظیم از درخواست‌های مردم کارایی خود را ثابت کرده است. می‌خواهم تاکید کنم داشتن فناوری‌های بومی کافی نیست. باید این فناوری‌ها را در عمل با طور گسترده مورد استفاده قرار بدهیم. در صنایع حمل و نقل، بهداشت، مدیریت دولتی و بخش‌های دیگر باید به کار گرفته شوند. در استراتژی ملی توسعه هوش مصنوعی هدف مشخصی تعیین شده است. تا سال 2030 سهم این فناوری‌ها در تولید ناخالص داخلی کشور باید از 11 تریلیون روبل فراتر رود. برای رسیدن به این هدف از دولت و رؤسای مناطق می‌خواهم برنامه ملی برای بکارگیری هوش مصنوعی تدوین کنند. هوش مصنوعی مولد باید در سطح کل کشور در همه صنایع و مناطق به صورت نظاممند به کار گرفته شود. امروز صبح با نخست وزیر درباره همین موضوع صحبت کردم و گفت که در دولت یک مرکز تحلیلی تشکیل شده که روی این حوزه کار میکند و حدود 50 نفر در آن فعالیت دارد. این مرکز زیر نظر وزارت توسعه دیجیتال کار میکند. اما این کافی نیست. ما به یک ستاد واقعی برای مدیریت کل این حوزه نیاز داریم. اگر می‌خواهیم هوش مصنوعی در همه صنایع، مناطق، وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی با قدرت و سرعت پیش برود، باید ستادی وجود داشته باشد که هدف تعیین کند، اجرای آن را مطالبه کند و نتایج را کنترل کند. مراکز تحلیلی فعلی خوب است، اما ابزار اداری و قدرت اجرایی لازم را ندارد. همانطور که گفتم، کمبود اصلی منابع و اختیارات اداری است. به همین دلیل از ریاست جمهوری، دولت، وزیر مربوطه و کل کابینه می‌خواهم درباره ایجاد یک ستاد رهبری فکر کنند. ستادی که نه تنها فقط یک صنعت بلکه کل هوش مصنوعی را مدیریت کند و از ظرفیت همه افراد دخیل یا حتی کسانی که هنوز نقششان مشخص نیست استفاده کند.
لازم است همه این موضوعات را برای آنها روشن بسازیم. تأکید میکنم اجرای این برنامه به یکی از مهمترین ابزارهای ایجاد تقاضا برای مدل‌های ملی و بنیادین تبدیل خواهد شد و یک بازار کامل برای کاربرد سیستم‌های هوش مصنوعی مولد با وجود خواهد آورد. محصولات مبتنی بر این فناوری باید تا سال 2030 در تمام بخش‌های کلیدی کشور مورد استفاده قرار گیرند، از جمله دستیارهای هوشمند و ایجنت‌ها که باید در بخش عمده فرآیندهای مدیریتی و تولیدی به کار گرفته شوند. تأکید می‌کنم تا مارچ سال آینده دولت، وزارتخانه‌ها و تمامی نهادهای دولتی باید گزارش کامل و جامع ارائه دهند درباره نحوه استفاده از هوش مصنوعی در اقتصاد، بخش اجتماعی و مناطق مختلف فدراسیون روسیه. سرعت و میزان بکارگیری این فناوری‌ها در مناطق باید یکی از مهمترین شاخص‌های رتبه‌بندی سالانه تحولات دیجیتال باشد. مسئولان باید این رتبه‌بندی را از نتایج سال 2026 به بعد بر اساس این روش جدید تدوین کنند. پیام من به رؤسای وزارتخانه‌ها، نهادهای دولتی، استاندارها و رؤسای مناطق واضح است. مسئله فقط ارائه گزارش نیست، بلکه دستیابی به نتیجه واقعی است. شما باید نیازها و درخواستهای شرکت‌ها و مؤسسات را در زمینه نوآوری به خوبی بشناسید. با دانشمندان و مهندسان در تماس دائمی باشید و شرایط لازم برای آزمایش و استفاده عملی از فناوری‌های پیشرفته را فراهم کنید. در بخش نمایشگاهی این کنفرانس نمونه‌های موفق ارائه شده است. کسانی که هنوز آن را ندیدند، توصیه می‌کنم حتماً با آن آشنا شوند. نکته بسیار مهم این است که ما باید بازار کاربرد هوش مصنوعی را شکل دهیم. همین حالا با همکارانم صحبت کردم و از روند پیشرفت این حوزه مطلع شدم. خوشبختانه ما این امکان را داریم که بازار را از خودمان شکل بدهیم. باید استانداردهای مشخصی در حوزه‌های مختلف تعریف کنیم تا کسانی که از دستاوردهای هوش مصنوعی استفاده می‌کنند هزینه آن را پرداخت کنند و این پرداخت پایه برای توسعه بعدی باشد. این چرخه باید فعال و با شتاب حرکت کند. نمونه‌های واقعی هم داریم. تجربه یک منطقه را در استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند پایه برای تحول کل کشور شود. برای مثال، تقریباً 2000 مرکز درمانی از بیش از 70 منطقه روسیه به پلتفرم دیجیتال سلامت شهر مسکو متصل شدند. این سامانه به دکتران امکان می‌دهد از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای تحلیل خودکار تصاویر طبی و داده‌های پرتوی استفاده کنند. لازم است هرچی سریعتر موانع اداری و حقوقی که سد راه ایجاد و استفاده از سامانه‌های هوش مصنوعی و بومی و مستقل هستند برطرف شوند. یادآوری می‌کنم که در برخی کشورها تلاش برای قانونگذاری بیش از حد در حوزه هوش مصنوعی روند توسعه محصولات و ایده‌های جدید را کند کرده است. تکرار می‌کنم، ما نباید مسیر دیگران را تکرار کنیم. در این حال در حوزه‌های مانند مدیریت دولتی، نهادهای امنیتی و سازمان‌های دفاعی و اطلاعاتی باید فقط بر فناوری‌ها و سامانه‌های بومی تکیه کنیم. تمام این اقدامات باید در گفتگوی مستقیم با بخش فناوری و شرکت‌های تکنولوژیک انجام شود. لازم است همه پیشنهادهای جسورانه و حتی آنهایی را که با روش‌های معمول قانونگذاری سازگار نیستند با دقت بررسی کنیم و در صورت نیاز در قالب نظام‌های حقوقی آزمایشی مورد آزمون قرار بدهیم. این رژیم‌های آزمایشی همکنون در مسکو، ساخالین و چند منطقه دیگر فعال هستند و به زودی به حد 1/3 خاک روسیه یعنی سراسر خاور دور گسترش خواهند یافت. همچنین باید از ابزارهای مانند حقوق نرم یا قواعد غیر الزام آور از جمله منشور اخلاق هوش مصنوعی استفاده بیشتر شود.
برای افزایش ظرفیت فناوری‌های بومی و آموزش مدل‌های زبانی داخلی لازم است ثبات و استقلال زیرساخت دیجیتال ملی تضمین شود. این کار به حفظ حاکمیت داده‌ها کمک می‌کند و اطلاعات کاربران در داخل مرزهای روسیه باقی می‌ماند. در این راستا پیشنهاد می‌کنم با همکاری بخش خصوصی برنامه‌ای برای توسعه مراکز داده ویژه هوش مصنوعی اجرا شود. این مراکز باید دسترسی آسان و مقرون به صرفه برای استارتاپ‌ها، مراکز علمی و شرکت‌های فناوری فراهم کنند و موتور محرکی برای شکلگیری و کسب و کارهای جدید و فرصت‌های شغلی در اقتصاد آینده باشند، از جمله در صنعت الکترونیک بومی و تولید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز. یک نکته بسیار مهم و بنیادین تضمین پیوسته یک نواخت و مطمئن انرژی برای این مراکز داده است. طرح‌های استقرار مراکز داده باید با توسعه زیرساخت انرژی ملی هماهنگ باشند، از جمله تولید پیشرفته زغال سنگ با فناوری سازگار با محیط زیست و سایر منابع انرژی پاک مانند انرژی اتمی. این منابع انرژی دارایی استراتژیک و مزیت رقابتی ما هستند. تنها منابع انرژی کافی نیست. ما به منابع انرژی پایدار و قدرتمند نیاز داریم تا بتوانیم داده ها را سریع پردازش کنیم و به طور مؤثر استفاده کنیم. این منابع باید نزدیک به محل مصرف داده ها باشند. خوشبختانه روسیه تقریباً تنها کشوری است که قادر به تولید و بهره برداری از نیروگاه‌های کوچک اتمی است. به عنوان مثال، در منطقه کوزباس می توان از زغال سنگ در نیروگاه‌های بزرگ آبی از انرژی آب استفاده کرد. اما برای پردازش داده‌ها در زمان واقعی، انرژی باید به سرعت و به طور مؤثر در دسترس باشد. ما برنامه ریزی کرده ایم که تولید سریالی نیروگاه‌های کوچک زمینی اتمی را آغاز کنیم و مراکز داده را بر پایه بزرگترین نیروگاه‌های اتمی ادامه دهیم. این محصولات را می توان به شرکای خارجی نیز ارائه کرد. در کمتر از 2 دهه آینده در اورال، سیبریا و خاور دور قصد داریم 38 بلوک انرژی اتمی بسازیم که مجموع توان آنها تقریباً با کل توان عملیاتی فعلی کشور برابر خواهد بود. این ظرفیت رو به رشد انرژی اتمی داخلی به ما امکان می‌دهد توان محاسباتی لازم برای هوش مصنوعی را به طور پیوسته افزایش دهیم. دوستان عزیز، می‌خواهم به طور ویژه درباره همکاری بین المللی صحبت کنم. ما قصد داریم با شرکای خود یک زنجیره همکاری مشترک در حوزه هوش مصنوعی ایجاد کنیم. هم از طریق توافق‌های دوجانبه و هم در چارچوب اتحادیه‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای مانند اتحادیه اروپا، بریکس، شانگهای و سایر ساختارها. همچنین پیشنهاد می‌کنیم قوانین کشورها در زمینه هوش مصنوعی همگام شوند و از تجربه‌های موفق جمع‌آوری شده در پلتفرم بریکس بهره ببریم. هدف ما اجرای پروژه‌های تحقیقاتی مشترک است. در این حوزه نمونه‌های ملموس همکاری داریم. برای مثال، با ابتکار ائتلاف بین المللی هوش مصنوعی که سال گذشته تشکیل شد، بحث علمی عمیق شکل گرفت که درباره اینکه فناوری‌های هوش مصنوعی در دهه‌های آینده چگونه تکامل خواهند یافت و چه تأثیری بر صنایع، حمل و نقل، سایر بخش‌ها و همچنین انسان، خانواده و جامعه خواهند گذاشت. از دولت‌ها می‌خواهم که نتایج این پیش‌بینی‌ها را در عمل به کار بگیرند تا برنامه‌های توسعه صنایع و بخش اجتماعی بروز و اصلاح شوند. واضح است که پیشرفت دیجیتال با سرعت زیاد ادامه خواهد یافت و فناوری‌های جدید ظهور خواهند کرد که از سیستم موجود فراتر خواهند رفت، به ویژه در زمینه هوش مصنوعی مولد. باور دارم که نسل جوان پژوهشگران، دانشمندان و مهندسان داخلی سهم قابل توجهی در حل این مسائل پیچیده خواهند داشت. امروز در این سالن دانش آموزان و دانشجویان روسی، برندگان و نفرات برتر مسابقات بین المللی هوش مصنوعی حضور دارند.
از شما میخواهم با آنان خوش آمد بگویید. دوستان گرامی، Уважаемые друзья, برای شما آرزوی موفقیت‌های جدید دارم و برای شرکت کنندگان کنفرانس سفر به دنیای هوش مصنوعی آرزوی کار پربار و مفید. تشکر.